الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. آیتی را که تلاوت کردم، الله تعالی در این آیت حکم سود و همچنان جزای سودخور بیان میکنه در این آیت و آیت‌های بعدی. اولا بدانیم سود چی است. سود مالی که در مقابل مال اضافی گرفته میشه، این را سود گفته میشه. مثلا شخصی 1000 به شخصی قرض میدهد. 1000 از هر پولی بوده باشه، پولی هر مملکتی که بوده باشه، قرض میدهد. در مقابل مطالبه میکنه که از 1000 بیشتر به ما بدی، بیشتر به هر اندازه‌ای که بوده باشه، ولو یک پول هم بوده باشه، 1 ریال هم بوده باشه، 1 دلار هم بوده باشه، این را اضافی گفته میشه. امی پول اضافی را سود گفته میشه. یکی مثال دیگر، انسان در یک جنس معامله میکنه با شخص دیگری و در همون جنس از او چیزی بیشتری طلب میکنه. مثلا گندم، شخصی ضرورت داره گندمی سرخه و سفیده. گندم انواع داره، ضرورت به گندمی سرخه داره یا ضرورت به گندمی سفیده داره. در میان اینها معامله صورت میگیرن. برش میگن 2 کیلو گندمی سرخه میدهم، در مقابل تو 1 کیلو گندمی سفیده بده. همین 2 کیلو، 1 کیلویی که اضافه میده ایرا گفته میشه ربا، سود. و همچنان طلا، نقره، 1 گرم نقره میدهد، در مقابل 2 گرم طلب میکنه. 1 گرم طلا میدهد، در مقابل 2 گرم طلب میکنه. هر آن مال اضافی که از یک جنس بیشتر از قدری که جانب مقابل میدهد، از او اگر انسان مطالبه میکنه امیره سود گفته میشه. اما اگر جنس تفاوت کنه با سود نیست. مثلا در مقابل 1 سیر گندم 2 سیر جو میگیره، اشکال نداره، جنس فرق کرده، جو جنسی دیگری است، گندم جنسی دیگری. همچنان طلا و نقره. الله تعالی در این آیت می فرماید: الذين يأكلون الربا، آنانی که می خورن سود را یا معاملات سودی انجام می دهند، لا یقومون، انها نمی خیزن روز قیامت از قبرهایشان، الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مگر مانند شخصی که شیطان یا جن به او اصابت کرده، عقل خود از دست داده، یعنی انسان دیوانه شده، مانند دیوانه واری از قبر میخیزن روز قیامت. بخاطر چه؟ ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، اینها در دنیا گفته بودن که بیع، خرید و فروخت حلال و مشروع، این مانند ربا، یعنی هر دو حلال است. قسمی که بیع حلال است، همین قسم ربا هم، سود هم حلال است. ایرا حکم از جانب خود کرده بودن، بالای الله و رسول افترا بسته بودن. الله تعالی در جمله بعدی اینها را تکذیب میکنه، میفرماند: و احل الله البیع و حرم الربا، اینها دروغ میگن. بیع، خرید و فروخت مشروع، مانند سود شده نمیتونه، هیچ اصلا امکان نداره. چرا؟ به خاطری که الله تعالی خرید و فروخت مشروع را ایره حلال قرار داده و حرم الربا، و اما ربا را حرام حکم کرده. شما دروغ میگین، یعنی بالای الله افترا بستید. فمن جاءه موعظة من ربه، پس شخص را که وعظ و نصیحت و همچنان حکم الهی برش رسید، حکم الهی در متعلق ربا که ربا حرام است، ای برش رسید، فانتها، پس از این معامله باز استاد و دیگه ای را انجام نداد، فله ما سلف، شخص آنچه که گذشته همون می باشه،
یعنی گذشته از زیر الله تعالی عفو میکنه، درگذری میکنه، بخشش میکنه. و امره الی الله، اما مستقبلش مفوض و موکل به الله تعالی است که اگر به امی باز استاد شدن خود باقی مان، دیگر معاملات سودی را انجام نداد، عاقبتش به خیر است. اگر دوباره عود کرد، الله تعالی میفرماید در جمله بعدی: و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. پس کسی که عود میکنه، رجوع میکنه دوباره به طرف ربا و معاملات سودی، فاولئک اصحاب النار، این جماعه روز قیامت صاحبان آتش جهنم هستند. هم فیها خالدون، اینها در جهنم بری همیش باقی میمانند. این جزایشان در آخرت است. یمحق الله الربا، الله تعالی می فرماید معاملات سودی را در دنیا انسان که انجام میدهد، فکر میکنه که من از این طریق مال خود بیشتر میسازم یا سرمایه به خود کسب میکنم. الله تعالی میفرماید که نه خیر، یمحق الله الربا، الله تعالی نیست و نابود میکند، محو میکند برکت معاملات ربوی را. در ربا هیچ خیری نیست. و یربی الصدقات، و آنچه که در راه الله صدقات و خیراتی که انسان مصرف میکنه، انفاق میکنه، الله تعالی دیگه برکت میاره، ایره بیشتر میسازد. و در آیت بعدی الله تعالی باز اعلان میکنه برای مسلمانان: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. کسانی که مؤمن هستند، به الله ایمان آوردین، به روز آخرت ایمان آوردین، به پیامبران ایمان آوردین، به ملائک و همچنان تقدیر خیر و شر اینها ایمان آوردین، شما از الله بترسید. اتقوا الله، از الله تعالی بترسید و به اوامر الله تعالی عمل کنید و از نواهی الله تعالی اجتناب بکنید. و از جمله نواهی که الله منع کرده چی است؟ و ذروا ما بقی من الربا، الله نهی کرده بگذارید آنچه که باقی مانده از معاملات سودی، یعنی همه انواع سود را ترک کنید، هیچ سود در میان شما نبوده باشه. این کنتم مؤمنین، اگر شما مسلمان هستین، مؤمن هستین. فإن لم تفعلوا، پس اگر شما این کار انجام ندادید، از معاملات سودی باز نه استادید، فأذنوا بحرب من الله و رسوله، پس شما اعلان بکنید جنگ خدا به الله و رسول. یعنی شما در مقابل الله و رسول قرار گرفتین، دشمنی الله و رسول معرفی شده. و این تبتم فلکم رؤوس اموالکم، اگر شما از معاملات سودی باز استاد شدین، توبه کردین، پس شما آن معاملاتی که در میان شما و در میان دیگران به اساس سود قرار گرفته و به اساس سود شما معامله کردین، پس رأس مالتان بگیرین، رأس مال بگیرین، اصل مالتان، آنچه که سود است او سود بگذارین، نه بالای شما ظلم شوه، نه شما بالای دیگران ظلم بکنید. در صحیح مسلم حدیث از جابر رضی الله عنه روایت است. جابر رضی الله عنه فرمود: لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم آکل الربا و موکله و کاتبه و شاهدیه و قال هم سوا. رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرین فرستادن، لعنت کردن به شخصی که سود میخوره و به شخصی که سود برش خورانده میشه، و همچنان لعنت فرستادن بالای شخصی که سود، معاملات سودی را نوشته میکنه، و همچنان بالای شخصی که شاهد در معاملات سودی قرار میگیره. دو تا شاهدی که در معاملات مطلوب است، این شخصی که می شهادتی میدهد در معاملات سودی شاهد قرار میگیره، بالای از این هم رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت فرستادن و فرمودن هم سوا، همه از اینها در گناه برابر هستند. پس معاملات سودی و خوردن سود یک گناه کبیره است. در دنیا دشمنی الله و رسول معرفی شده و رسول الله صلی الله علیه و سلم بالایش لعنت فرستاده، و در آخرت از قبر دیوانه بیرون میشه
و در آتش جهنم بری همیش باقی میمانه. الله تعالی از این معامله حرام و از این معامله نادرست همه مسلمان ها را نجات بدهد.